درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار و چون همیشگی در خدمت شما من هستم مریم دولت و همکار گرامی من محمود کبیر. و امروز نیز ما با جستجوی زیاد اندیشه های طولانی یک موضوع انتخاب کردیم که برای روزگار امروزه مردم ما هرچند باید چنین موقع نداشته باشد ولی متاسفانه دارد. موضوعی که در بین مردم هرچند نگاه مثبت نیست به آن، ولی متاسفانه حالت‌هایی هستند که ما می‌دونیم که مردم با این طرز حل مسئله مراجعت میکنند و آنها از این طرز چی میگیرند، منفعتش کجاست، ضررش کجاست، چرا بر آن مراجعت میکنند، کیها هستند که مراجعت میکنند و کیها هستند که گویا مسئله را حل میکنند. اطراف چند جنبه این موضوعی که با نام سحر یا جادو در بین مردم معمول است میخوایم امروز صحبت کنیم. زیرا از بس که این موضوع خیلی موضوع نازک هم هست، زیرا اونجا توبیش های هستند، اکسنت های هستند که اگر ما آن رو عمیق ندانیم، مشخص نکنیم، آدمون در این هنگامی که در حالت های مشکلات گرفتار میشوند، میخواهند با این راه مسئله رو حل کنند، میتوانند هم به خودشون هم به نزدیکانشون بسیار ضررهای سخت بیارند که نتیجه اون بعضا میشود که بی بازگشت است. حالت است که ما اونقدر ضرر میرسونیم هم به خودمون هم به اطرافیمون که اون رو اصلاح کردن نمیشود. از این رو ما قرار دادیم که اطراف این موضوع هم یک صحبتی داشته باشیم و در دوره یک برنامه برای شما بینندگان عزیز چیزی گفته توانسته باشیم. پیش از آن که ما این برنامه رو سر میکنیم، البته پناه به سوی شور کیهان میطلبیم و به نام او سر میکنیم که امکاناتی حفظ دارد. بله. و البته این موضوع سحر است، موضوعی که در برابر بشریت آمده است و در تاریخ بشریت هست و در ایجادیات در فرهنگ بعضی مردم های دنیا جا گرفته است و یک مقامی دارد که مردم بعضا از امکانات و قدرت های سحر و جادو استفاده میبرند و اون حتی که در بعضی دولت ها در سطحی گوییم که بلند، در سطح دولتی رسمی آموخته شده ایستاده است و البته اینستیتوت های خود را دارد، جاهای آموزشی خود را دارد و هر خلق و هر قوم همون زینه بلندترینی که ما معنویات میگوییم در آن یک چیزهایی را دارد که میتوانیم ما آنها را بگوییم که اینها یا آموزش سحر هستند، آموزش علم های غیب هستند، یا اینکه این فرهنگ بالای معنویات هست به مانندی که در ما هست تصوف یا اینکه صوفیسم. بله. آنقدر وقتهای اخیر متاسفانه برای حل کردن بعضی مسئله های خود مردمی که البته بعد شوروی بودند و از فرهنگ دینی و البته از فرهنگ علمی درک داشتن ولی آنقدر به قدر لازمی که در عصر 21 پیدا شد نداشتن. البته ما با شرح خوبتر میدهیم، مجبور شدن که کارهای خود رو، مسئله های خود رو، نابرابری کارهای خود، بیماری ها، پیشرفت و بسیار چیزهای خود به قواهای غیر طبیعی بدهند، از آن جمله به سحر و جادو. و مجبور شد که در ماه سپتامبر 2015 حکومت جمهوری تاجیکستان چنین قرار قبول کند برای جزا دادن ساحران تا مدت 7 سال آنها را از آزادی محروم کردند. پس از این بر می‌باید که اگر شعور دولت این چیز را درک کرد، پس ما همراه که صحبت کردیم لازم دانستیم مراجعت زیادی مردم که امروز به این یک روشنی بیندازیم و راه‌های برآمد از آن، امکانات‌های فرهنگ ملی، امکانات‌های وزارت تندرستی و وزارت معارف و دیگر ساحه‌های وکالتدار در تا چه قدر است و ما چی می‌توانیم که به مردم کمک رسانیم. سحر این البته تاثیرات انسان به قواهای طبیعت است یا که به ظهورات‌های آن
یا که به قسم‌های از طبیعت از آن جمله به رستنی، حیوانات و آدم و سرعت آن را سست کردن یا تیزانیدن یا خاصیت‌های آنها را عوض نمودن با مقصده. بله. البته مقصد گوناگون شده میتواند که آن مقصد اثباتی خودی علمی او باشد. این میتواند باشد که یگان که نعمت‌های زندگی را در خود فزون کردن یا که دشمنان خود را نیست کردن یا اینکه دوستی یا که یگان مناسبت‌های دیگری بین آدمان درست کردن یا که نسبت به طبیعت خود دیگرگونی‌های خواستن. عموما این مقصد در این حالت گوناگون می شود و البته معلوم است که در فرهنگ دینی ملی ما گفته شده است که البته در زمانی که زمان فرعونیان بود و موسی روبرو شد با سحر عظیم فرعونیان، یعنی محض در قرآن سحر بزرگ گفته می شود که حتی که هراس در دل موسی انداخت، چون که در حقیقت در آنجا باز در جای دیگری در تفسیرش گفته می شود که در خیالات، در تخیلاتی آدمان تأثیری عجیب رساندند و باز گفته می شود که در جای دیگر که هاروت و ماروت آمده آنها آمدند و آموزش دادن مردم را. وقتی که آنها گفتند که چرا آدمیزاد چنین کارها میکند در روی زمین و وقتی که نفهمیدن که انسان نفس دارد، وقتی که آنها بر روی زمین آمدن و فراموش کردن از آن فرشتگی خود و البته به مردم می آموزاندن سحر را و همین طور سحر در روی زمین پهن شد. این چیزی روایتیه که از فرهنگ دینی می آید. و البته ما اگر به تاریخ نگاه کنیم، انسان با مرور آن که منطقی شد و توفای ارسطوطل یعنی منطق با ارسطو که به بشریت منطق را داد و یک نمودی فرمتی تفکری را که داد، بسیار امکانات های دیگری معنی سر انسان از آن جمله مسئله تخیلات، تصورات، فراست، دقت، تمرکز و بسیار چیزهای دیگری که معنی سر میتواند اینها را کند، آنها آهسته آهسته در معنی سر انسان حاضر زمان به یک حالت غیر فعال آمدند و این چیز که در وجود انسان هست تا حال در بعضی انسان ها بعضی همون اقتدار و امکانات های چنین کارها را کردن پیدا می شد و مردم، جمعیت، فرهنگ های گوناگون با اون مناسبت های گوناگون دارند. برای همین در این مسئله که ما می توانیم یک چیزی رو بگوییم که البته چیزهای اساسهای علمی دارد، اینا که وقتی که آیین مهری در همین سرزمین های ما که پهن بود و در آن بودن مغان، اینها کسانی بودند که مانند که ما ملاهای خود را، نمایندگان شریعت را ملا میگوییم یا داملا میگوییم، آنها آن وقت مغان بودند و مغان بسیار چیزهایی را البته در آیین خود داشتند که آنها میتوانستند تاثیرات برسانند به طبیعت، تاثیرات برسانند به آدمان و این مغان وقتی که به اروپا رفت که آن وقت هنوز قبیله های زندگی میکردند که در آبشین ابتدایی بودند و آنها را مگ گفتند. همین که شکلی عوض شده ای همین کلمه مغان است و در زبان روسی ما یک کلمه کلدون میشنویم که این کلدون از کلمه خلده، خلدون هایی که در مصر حاضره پیش تو در همون زمانهای کهن زندگی میکردن و وقتی که علم ستاره شناسی به ادریس داده شد رسول خدا و بعضی چیزها را البته گفت و همینطور از زبان به زبان، از دهان به دهان آمد و این علم رو در این زمان بسیار
استفاده بردن و رابطه با ستاره ها، رابطه با آدمان مردن یکی روح و ارواح ها، رابطه با جن ها و فرشتگان بسیار چیزها به درجه رفت که همون نام آنها در تمام خلق های جهان، خلده ها همچون کلدون یعنی که پهن شد. و البته ما باز میدونیم که وقتی که جن ها پیدا شدن گرفتن و دیدن که سبب گوناگون بودن عقیده های آنها نسبت به طبیعت و تاثیرات به طبیعت به بسیار خدایی می آورد و هر یک مکتبی که همون استادش می ساخت او را آهسته آهسته به زینه خدایی می بردن و مکتب او را پهن می کردن و آهسته آهسته در نتیجه تجربه، در نتیجه آموزش، در نتیجه مشاهده می آمدن و یک سیستم آهسته آهسته سیستم سحر و جادو پیدا شدن گرفت که در عصر 21 به درجه عالی خود متاسفانه رسید. و البته از طرف دین وقتی که آمدن هم در دین ابراهیم و هم در دینی که زمان ابراهیم مثلا ستاره پرست، ستاره شناسی بسیار به درجه رسیده بود. در زمان چی گوییم موسی، در زمان عیسی یعنی دین موسیی، دین گوییم که عیسوی و دین محمدی درود بر او سبب آن شد که آنها همین بسیار خدایی که یکی از سیستم اینستیتوتی که آن رو نگه می داشت این اینستیتوت سحر بود و برای همین ضرب سختی به این اینستیتوت می زدن و آهسته آهسته به درجه رفت که حتی بعضی عالمان هم مثلا مانند جرناردو برونو قربانی انا همین سیستمی که نسبت به آنها همچون یک اینکویزیسیا پیدا شد. بعضی عالم هایی گویم که علمی که علم میاموختن حتی که متاسفانه آنها هم از این زیان و ضرر دیدن. ولی حالا وقت زمان آمده است که یک بگیم که مبینی طلایی را پیدا کنیم که یک چیزی را بگوییم که چیست آن سحر و در جمعیت ما با کدام درجه آمده است و آیا یگان چیزی ملت ما دارد که در مقابل آن بماند به غیر از قانون هایی که میبرارند. مثلا نشأمندی این برای کارمند حزب حقوق این جنایت است، لیکن برای دکتر این بیماری است. برای همین مناسبتی قانون هایی که در جمعیت میشن نسبت به این چخیل است و مناسبت متخصصانی که می آموزند و زید این سیستم های مثلا اینستیتوت های سحر و جادو باز ریسپت های خود رو می سازند. مناسبت اینها البته دیگر است و اون خوشخبر است که ما در این زمان توانستیم که یک سیستمی بسازیم که آن تواند که هم ملت ما رو، هم فرهنگ والای او رو، هم کسانی که جداگانه فرد به این مشکلات ها گرفتار شدن کمک خوبی کسبی حرفه‌ای برسانیم. بله واقعا چنین است. اصلا سحر هرچند قدیمه باشد ولی در اصل اگر حاضر وقتی که ما تحقیقات رو میبینیم که اون در کشورهای بسیار نمو میکنند که آنها در دوره رشد خودشون در دوره تو تمدن هستند. مثلا کشورهای آفریقا یا مردمی چکوتکا، آدمانی که اون شکل تمدنی که ما امروز میگیم مثلا دین متمدن چون دین اسلام یا دین نصرانی به این کشورها هنوز نرسیده است. زیرا برای چی تکیه به دین ها هست؟ دین ها موجودیت این قوا را اعتراف میکنند ولی استفادهش را منع میکنند. زیرا ضرر آن رو مشخص آموخته شده است و حتی در کتاب مقدس مسلمانان قرآن مجید هم است، در کتاب مقدس نصرانیان انجیل هم این چیز هست که سحر، جادو این چیزهایی هستند که شخصی به ایمان بله اون با اون باید دست نزند و در هر دو دین هم همچون گناه کبیره اون معرفی شده است. ولی امروز ما باید چی رو بگوییم؟ ما باید معین کنیم که کیها به سحر مراجعت میکنن. شما خیلی خوب فهموندید که سحر چی است. سحر تکیه کردن به قوه های غیر طبیعی و به این واسطه حل کردن کدام یک مسئله ها است. واقعا این قوه این اصول کار وجود دارد. اون رو این کار کردن کار بیهوده است. اگر ما بگیم که سحر نیست، سحرگر هم نیست، جادوگر هم نیست، اینو دروغند، ما با این رو به کسی کمک کردن نمیتوانیم. ولی ما باید معین کنیم که اون چی است. یعنی این اصول های منع شده و خطرناکی هستند که به روزگار ما میتوانند وارد شوند. و انسان ها در کدام حالت به سحر
و جادو دست میزنند و که ها این عمل رو اجرا میکنند. اصلا یک چند نمود گروه آدمان هستند، آدمانی که خیلی ایگوی بلند دارن، غرورشون، خودخواهیشون از معیاری که باید پسیخیک انسان بردارد بالاتر است و اونو میخوان مسئله هایشون رو، کارهای خودشون رو در یک صورت کوتاه به در نظر داشتی خطر و منفعت های آن بعد اطرافیان اجرا کنند. یعنی من میخوام مثلا فلان وظیفه رو به دست بیارم. یک جوانی دخترک رو دوست می‌دارد، دخترک رو نمیخواد، من میخوام که حتما همسر من باشه و خواهش اون دخترک، امکانات های اون دخترک، طلبات اون دخترک یعنی به نظر گرفته نمیشود. از این نگاه این زورآوری روانی است، این دخالت به عالم روانی شخصی دیگر است و بسیار دخالت نامطلوب است. و چون گفتم دو دینی که من از نام بر کردم، در هر دو این دین این همچون گناه کبیره حساب می شود. چرا؟ زیرا که تقدیر انسان ها رو خداوند معین میکند و هر انسان در دایره این تقدیر خودش دایره آزادی های خودش را دارد و با واسطه سحر به اون تاثیر رساندن این دخالت به کار خداوند است. این انسانی است که خودش رو از تقدیری که برای خدا معین کرده است خودش رو از اون بالاتر میداند. اگر که من این کار رو میکنم، به شما میخواید نمیخواید، من باید همین عمل رو اجرا کنم، من باید هم دخترک خانه دار شوم، من باید همین جوان حتما شوهر من شود و غیره و غیره حالتایی که انسان ها چیزی رو میخوان صاحب باشن. این وقتی که شخص خودخواه میخواد همون طلبات خودش رو عملی کند. حالت دیگر است، انسان در حالت در میماند، دانش ندارد که مسئله رو حل کند. شاید شخصی مصلحت میدادگی هم نداشته باشد و گمان میکند که با این راه با مراجعت کردن به شخصی که خودش رو داملا میگوید، سحرگر میگوید، من نمیدونم در جای شمن میگوید، در شما پیشتر گفتید کالدون میگن و غیره و غیره و کسا و اینها گویا مسئله رو حل میکنند. این از حالت ناتوانی است که انسان میخواد کار کند ولی راه حلش رو نمیداند. و حالتهای دیگر هم هست که این همون خرافات بی‌حدودی است که متاسفانه بعضا شهروندان ما با اون گرفتار میشوند. کدام آدم مراجعت میکنند؟ انسانی که پیشتر ارزش‌های دیگر رو به نظر نمیگیرد و انسانی که نه از دینی آسمانی خبر دارد، نه قاعده های مقدس آن رو درک میکند که رعایت آن به آنها چه فایده دارد، ویران کردن آن چه ضرر دارد، از اینها با خبر نیستند. یعنی ایمانشان ضعیف است. و گروه دیگر آدم هستند که اصلا دانش ندارند، یگان دانش دنیوی هم ندارند. مثلا حالتهایی که در بین زن و شوهر خنوکی می افتد، آدمی که عقل تحلیل ندارد کاری چند روز پیش شده، کاری چند ماه پیش شده رو به خاطر نمی آورد، مسئولیت حالت رو به ذمه نمی گیرد که شاید من این حالت رو تشکیل کرده باشم، شاید من چیزی گفتم که شوهر من یا زن من از من رنجید، شاید من کاری نکردم که محبت خانوادگی گرم باشد و سبب اینجاست و مسئولیت رو بار میکند شخص کدام مثلا زندگی من با دخالت کرد، زن من یا شوهر من از من خنک کرد و برآمده رفت و میرود برای کاری که عملی میکند که گویا ضد عکس العمل باشد. اگر کسی او را خنک کرده باشد من باید او را گرم کنم و مراجعت میکند به آدمانی که گویا این عملها رو اجرا کرده میتوانند. ولی وقتی که تو با اینترنت وارد میشوید، خوشبختانه اینترنت تو این چیزا رو ندارد ولی با شبکه اینترنت متن‌های روسی، اعلان‌های روسی خیلی زیاده. با شما خوشبختی وجود می آورم، پیش کارتون هم میکشم و غیره و غیره و کذا. اونجا اعلان‌ها خیلی خیلی زیادن. اینها کی هستن؟ اینها برنامه آدمای ساده زود باور روانه شدن این اعلان‌ها. پیش گپتون عمرتون دراز. در اینجا میگوید رسانه‌های خبری روسیه میگویند که حتی وزارت کارهای داخلی روسیه که 65% مردم مراجعت میکنند، 65% مردم و 90% مردم باوری دارند. بله. این بینید چه چیزی بلند. بله. یعنی نشاندادی خیلی بلند است که اینقدر آدم و در تاجیکستان باشد حسابی وزارت کارهای داخلی که در اطلاعات از اینترنت است، در اونجا تا 5000 یا حتی زیاده از 5000 و چیزی که با ما میدانیم 10,000 کسانی هستند که با مثلا کارهای عملهایی که آنها رو غیر عنعنوی میگوییم، طبابت ها، کاربردکنی ها و دیگر چیزهایی میکنن که ما
هر روز گویم که با این حادثه واقعه ها روبرو میشیم. بله این یک طرفش. واقعا اینها کیستن؟ آنهایی که این عمل رو اجرا میکنن. معمولا از روی تحقیقاتی که در روسیه گذرانده شدن، تحقیقات مخصوص گذرانده شدن، معین کردن که اینها کی هستن. آنها رو یک کلمه مخصوص دارن به نام شارلاتان، یعنی شخص فریبگر. آدمی که خودش رو طبیب، دوملا، من نمیدونم متخصص کدام یک ساحه اعلام میکند. مثلا سرتیفیکات هستن که در کامپیوتر برآوردن ممکن، حتی مهرانچه ساختن ممکن است، یا که من نمیدونم کدام یک اینستیتوت، کدام یک دیپلم های ساخته است یا نو ساخته است دارد، در کارگاهش آویخته مونده است و در این اعلان ها رو میدهد که من میتوانم فلان مشکلات سخت شما رو حل کنم. و در بین اینها اصلا کسی که این علم رو میداند با اون دست نمیزند. انسانی که واقعا علم سحر رو میداند و با خداوند رابطه مستقیم دارد، میداند که ضرر کجا است و از این علم استفاده نمیبرد. آن هاروت و ماروت ملائکه که از آسمان فرآمدن، رسالت آنها مردم رو آموزاندن راههای حفظ بود. زیرا که پیشتر از این از روی روایت های قرآنی آن است که در دین نصرانی هم در همین شکل است که شیطان با کلانش پایان فرآمد و به خاطر که مردم را از خداوند بازگرداند با آنها علم سحر رو یاد دادن خواست و ساحران را خواست تربیت کند. و ملائک هم به خاطر این فرآمدن که مردم خودشان را حفظ کرده توانند. و حتی در قرآن مجید یک چند آیه مخصوص است که برای حفظ از سحر روانه شده است. سوره فلق. بله سوره فلق است. اونجا مثلا در سوره بقره یک پاره بسیار معظمش است که با نام آیت الکرسی در بین مردم ما است که هم به خاطر حمایه از حفظ از همین سحر، از دخالت نامطلوب آدمان به روزگار شما، به روان شما، به زندگی شما، به همون چیزی که ما آورا میگیم، همون قوه روانی که در اطراف ما است، با اون برای حفظ کردن روانه شده است. وقت اگر آدم خودش رو در حالت ناهنجار حس کند، با قرائت همین سوره ها خودش میتواند در اطراف خودش یک دیواری مستحکم بنیاد کند که به روزگار او دیگران تاثیر نرساند. البته نازکی دارد اینجا که باز دانستن که چی میگوید. بله. و کارهای باطنی هستند که بله. اون کارهای باطنی رو البته اجرا کردنش در کار است. درست قید کردید. حتی رسول شور کیهان به سحر گرفتار شد و سحر کردن. من نمیدانست که چند رکعت نماز خوانده است و وقتی نمازها را حتی چه گیل می انداخت و همین سوره فلق نازل شد. البته ما میدونیم که انسان با تاریخش زنده است و در تاریخ واقع و حادثه هایی که میشوند آنها حاضره ما را معین میکنند و حاضره که حالا ما چیزهایی میگیم آینده ما را معین میکنند. ما در برابر اون که البته به یک علمی را آموختیم و خیلی علمی وسیع علمی است که به بسیار سوال هایی که در آدمان پیدا میشد جواب داده میتواند و از آن جمله با اون سوال هایی که در مسئله سحر است. مثلا کسانی هستند که آن را حالا حس میکنند یا که باوری دارند یا اینکه گرفتارند یا اینکه بعضی کارهای خود رو از همین تاثیرات های منفی سحر و جادو میبینند. عموما خوشبختانه میتوانند که مراجعت کنند با حرفه‌ای، یعنی با پروفسیونالی کسبی کمک بگیرند. و یک چیز است که در برابر اون که مانندی که زمان تا آمدن دکتران طبیبان بودند. بله. و طبیبان رحمت به آنها و حالا هم خیلی فعال هستند، خیلی کمک میکردن به مردم، ولی دکتران بودند. دکتر علمی و از روی نقطه نظر علمی کمک رساند و اینستیتوت و مرکزهای آموزشی و مرکزهای دارد که در آنجا تحقیقات ها و دیگر چیزها گذرانده می شود. و زمان باز بودن طبیبان روحی که بر روح و روان تاثیر می رساند. تا حاضر مسئله های جن پیشکنی هست، مسئله های گویم که فالبینی هست، مسئله های دم و دعا و یاسین و خواندن یاسین و علاوگردان و بسیار کارهایی هستند که بر روح و روان انسان تاثیر می رسانند و بدانند که آنها هم زمان آمده است که ترک این صحنه توابتی کنند، چون که مانندی که دکتران اومدن باز انا دکترانی ساحه
روان، دکتران ساحه روح، دکتران مسئله های علمی باریک و علمی گویم که نازک آمدن که می توانند به مردم مانند که دکتر حالا کمک می رساند می توانند همین طور بر روح و روان آنها تأثیری مثبت برسانند و این خوشخبر است که در این زمان استقلال ما امکانات پیدا کردیم که به مردم به شکل پروفسیونالی یعنی کمک رسانیم و آنها را از آن علم از آن چیزهایی که در روبروشان در زندگی تاثیر مثبت یا منفی می‌بینند آگاه نماییم و ملت خود را یک محافظتی روانی و روحی بسازیم، یک ایمونیتتی روانی و روحی بسازیم که آن البته در کارکردهای ما در آن 20 ساله فعالیتی که ما کردیم و آن تجربه کردیم آن را ما ساختیم و البته امروز آن را ما به مردم شریف تاجیکستان پیشنهاد و پیشکش میکنیم. این که تاثیراتی که به انسان ها رسانده میشد البته این تاثیرات یکم تاثیرات سوماتیکی یعنی تاثیرات جسمی است. وقتی که با ماده های مخصوص با اشیاها با چیزهایی که در آن برنامه ریزی روحی کرده می شود یعنی نیت انسان در آنجا گذاشته می شود و وقتی که آن نیت ما می دونیم که تحقیقات های آخر زمان نشان دادن که در حقیقت آب و بعضی اشیاها برنده گوییم که نیروی هستند که اگر در آن گذاشته شود آن چیز تاثیر خود می رسانده است. مثلا آب دمیایی که مردم ما دارند و علم از آن جمله در ژاپن اثبات کردن که البته آب نسیت اینفورماسیون برنده اطلاعات بوده است. مثلا ما عادی کرده میگوییم که مردم اگر شاید گویند یا عالمان حالا اعتراض خودشون نکنن که حالا این اثبات نشده است یا که فلان ما از علم از اون سرحد علمی که در مسئله آموزشی دنیای نانو تکنولوژی خورد رفته است خیلی قفا زده ایم حالا. ما اون هنوز فرمتی زمان شوروی در آموزشی مثلا علم های حاضره فکر میکنم اون کسانی که در خارج آموزش دارن و میآیند البته این فرمت رو یعنی دیگر میکنن و مثلا ما یک لطه رو یک پاره لطه رو با سگ میبویانیم و سگ صاحب آن رو مییابد. بله. عادی. یعنی که در اونجا اون چیزهای شیمیایی مولکولهای شیمیایی همون آدم هستند از بوی او از عرق او از مثلا روغن تن او از عموما از یک خاصیت هایی که در سگ هست که بوی میفهمد و 100 مراتب از او زیادتر میداند همینطور صاحبش مییابد. همینطور کسانی هستند که 100 مراتب قدرت اقتداری تمرکز دارند یعنی که میتوانند تمرکز رو زیاد کنند و با اون اشیا چیزی خاصیتی اون اشیا رو دگرگون کنند. مثلا فرقی مولکولای نمک از اگر ما قند بگیریم قریب که گوییم که هیچ چیز نیست آنها هم از الیمنت های شیمیایی عبارتند ولی خاصیتشان دیگر است. بله. یعنی که این خاصیت شعور کیهان به هر یک ماده یک خاصیتی داده است و بعضی آدمایی هستند که همین خاصیت میتوانند دیگر کنند و وقتی که به بدن انسان میرد این یا اون عضوش ضعیف میکند دلش کسل میکند شاید گویم خوابش میکند یا که در او مثلا عضوش سست میکند چه جنسیت باشد میانش سست میکند یا اینکه نفسش یا اینکه گویم که معنی سرکار و فعالیت تمرکزی او را گم میکند عموما به جسمش تاثیر میرساند که خوشبختانه خیلی گفته شده است عمر سحر که کوتاه است برای همین آدمان میدانند که عمرش کوتاه است و برای ما دور دراز دوام نمیکند ولی چی دوام میکند خاطره همون واقعه. دویم نمودی که سحری که به انسان این سحر احساس به احساس انسان تاثیر میرسانند انسان رو ترسو میکنند و اون به چی تاثیر میرساند میتواند که اون هم به مادیات باشد و میتواند که با فضا باشد. مثلا هستند هم در صوفیزم ما و هم در سحر و جادو هست ساختن آبرس‌ها در فضا. بله. آنها میتوانند که به شکل گویم گلاگرام میتوانند که رفته مرکز این یا آن کاری معنی سر معنی راستی انسان تاثیری منفی رسانند.
اگر که گویم که آدم خیرخواه باشد، از تصوف باشد، اون میتواند که مثبت تاثیر رساند. همین ابراز میتواند مرکز ترس او رو، گرمانهای او رو ترس حاصل کند و او رو یا که بعضا گرمانهای محبت پیدا شوند، گرمانهای گوییم که ترس، گرمانهای زیقیر و هفتادگی یا که سوس شود، یا که غضب، یا که کینه، یا که عصبی انسان ویران میشد. من یک کارهایی میکند که بعضی آدما دارویش در نوشیدن نوشاک‌های اسپریتی میبینن که کمی آرامی میبرد، ولی متاسفانه میتواند که پسانتر اگر که کمک پروفسیونال نگیرد میتواند که عضوهای او را عموما تاثیر منفی رساند و او را کسلی کند، یعنی که بنستی برد. برای همین در این وقت هم ما توانسته ایم که کمک رسانیم و در اینجا اگر گویم در یکم زینه فیزیکی دارو درمان باشد، در زینه دوم گویم احساسی البته مهر و محبت است، بخشش است، یاد دادن محبت، یاد دادن مهر که میسوزاند اون چیزهایی را که در نهاد انسانند و البته باز کسانی هستند که پروفسیونال هستند و میتوانند که آن تاثیرات های منفی در مغز راست او بوده رو برطرف کنند. سوم نمود سحر این سحر عقلی است، حتی که سحر سخن هم میگویند. بعضی مردم میگن که سخندان است که سخنش سحر دارد گفته، یعنی که از سخن چنان بای است که در معنی سری او اطلاعات هایی میتید که جهانبینی او را عوض میکند، اندیشه‌رانی او را عوض میکند و میتواند که عقیده های دیگر بیتید. از آن جمله یکی از همون دائم به من سوال میتونن سحر مثلا اکستریمیسم و تروریسم میگن که چرا چون میتوانند که آدم دیگر کنند. البته این سحر عقلی است، سحر گویم که عقیدوی هست، سحر اطلاعاتی هست که میتواند که معنی سر انسان رو حتی که گویم که بنستی برد، چون که اطلاعات میدونیم که میتواند که زیان رساند، میتواند که فایده رساند. سحر دیگر البته این سحر گویم که روانی هست. وقتی که برای ما سحر روانی را درست‌تر فهمانیم، علم حاضر زمان به درجه رسیده است که جهان تاریک را می‌داند و آن را آنتی ماتری میگوید. آموختن 4 قوایی که در عالم هست، قواهای گویم که الکترومغناطیسی کیهان، قوای جاذبه زمین، قوای گویم که مولکولوی خرد و مولکولوی کلان، اتمسفر و تن انسان در نظر دارد، ماتری خرد، این چنان آموخته شدند به درجه عالی که در خارج اینا اینستیتوت های خود را دارند و اینستیتوت های هستند که این علم ها رو، تاثیرات های روانی رو به درجه عالی می آموزند و ما مردمی گویم که با صاحب دولت خود شدیم، ما رو کوشش میکنند که منع کنند از آموختن چنین علم های بزرگ. ولی ما که در ضمیر خود، در نهاد خود گویم که خروشی گویم که خسروانه یا که خراسانی که داریم، باز همون چیزهایی که در ما بودن باز در گنهای ما بیدار میشن و آنها باز جای مقام خود میگیرن و ما در این جاده هم پیشرفت هستیم در این مسئله. و برای اون که ما بفهمیم، ما میدونیم که عالم موج است. عالم موج این تصور کنید که الکترون هست و پوزیترون هست و از آن پایانتر گویم که کوانت ها هستند و از آن هیگز هست و گویم که موج های هستند که این موج ها دو نمودن، یکی موج های ویران کننده و یکی موج های هستند سازنده. موج های ویران کننده رو در فرهنگ دینی جن میگویند، موج های سازنده رو فرشته. یعنی که وقتی که انسان وابسته از آن جهان باطنی خود میتواند به این یا آن موج تاثیر رساند و این موج ها را میتواند به معنی سر انسان روانه سازد و مرکزهای اون را ناراحت کند. یعنی که تمرکز او گویم که بسیار تخیلات با قوت او، گویم که دقت او و اراده او بعضی چیزهایی هستند که البته برای اینکه آدم ساحر شود یا که برای اینکه انسان صوفی شود، اهل تصوف شود، سالک شود، مشق‌های زیادی روانی میکنند و آنها برای چنین آدم‌ها رو تاثیر میرسونند در روان آنها و ابراز و تصویرها رو میاندازند و آنها بیچاره‌ها هر چی میبینند. کسانی که چیز ابراز و تصویرها میبینند و آنها رو جن میگویند و آنها رو چقدر میزنند، چقدر عذاب میدهند، جن خوانی میکنند، به حالت‌های حال هیپنوزی میدرارند و متاسفانه اداره کردن نمیتوانند. بسیار کسانی جن پیشگونی میکنند
میتوانند انسان رو به حال درآورند ولی اون رو اداره کردن نمیتونن از حساب کمی دانششون و برای هم به زیان به اون بیچاره میرسونند و همگی 10% آنها صحت میشود، یعنی اگر صحت شود هم خرونیسک یعنی که مزمن میشود، بیماری مزمن و آنها دائم این کارو میکنن و جهانبینی باوری آنها با اون چیز داده میشد که این از عالمی گوییم که فرهنگ آدمی بیرون است. و البته در برابر این ما با چیزهایی گذاشته ایم که ما از آن عالم نازک فرشتگی میتونیم چیزهایی بسازیم که انسان فرشته دار است و باوری دارد و فرشتگان آمنت بالله و ملائکته میگویند. انا برای همین این یک حالتی است که از همه سحر خیلی مشکل است که بر روان انسان تاثیر میرساند و ما میدونیم که در خارج هم انستیتوت های زیادی در این مسئله، در هندوستان انستیتوت یوگا هست، در مسکو انستیتوت ماسک است، در خارکوف انستیتوت گیپنوز است، در گرمانیا انستیتوت پاراپسیکولوژی است، در امریکا هست آموختن حادثه های غیر طبیعی. ما اون مرکز هایی هستند که اینها رو به درجه عالی و سطح بلند می‌آموزند. اون تصور کنید که سحر دیگر این سحر اجتماعی است. وقتی که انسان چنان میشود که آن مکانیزم ها، آموزش ها، عادت ها، فرهنگی که او یاد میگیرد یا که کارهای کسبی که او یاد میگیرد در معینه سر او با مانعه ها روبرو میشند و انسان کارش پیش نمیرد. بله. انا برای همین در این حالت باز هست که آموزش خوبی مثلا علم جمعیت شناسی یا اینکه راه‌های گوناگون نوی کار کردن پول، یافتن پول یا که کسب خود استفاده بردن آن رو ثمراناک، البته اینجا چیزهایی هستند که میتوانند از این حالت برن و ما در این حالت هم میدونیم که مردم ما مشکل کشا میکنن، کشایش کار میکنن، بسیار کارها میکنن که اینها روانه شدن و همین برطرف کردن چین. ولی ما حالا به شکل خیلی موثر آن رو میتوانیم کمک کنیم. چیزی دیگری که تاثیر است این البته این سحر است که به طبیعت انسان رسانده میشد و آتش و هوا و آب و خاک. کسانی هستند که قبول یعنی که موجهای آفتابه در دستش انسان دیگرگون میکنن، مناسبت انسان رو با آب دیگر میکنن، مناسبت انسان رو با خوراک، مناسبت انسان رو با هوا دیگرگون میکنن. یعنی این طبیعت ما که از 4 عنصر عبارت است، کسانی هستند که آنها رو حتی پابلیت السیخیه هم میگویند، یعنی که در فرهنگ ملت های دیگر غالبانی انا همون عنصر که آن عنصر رو گویی که میتوانند و تمام حیات خود مشق میکنند که تا اینکه به یک عنصر تاثیر رسانند. ما در علم خود دیده ایم که بعضی اهل تصوف میتوانستند که آب رو چپ کنند یا که با بالای آب راه روند و تر نشوند و چی در علم مغان هم علمک هم این چیز دیده میشد. و البته ما در این سو هم توانستیم که متعدلیتی خصوصیت‌های خاصی انا همون عنصرهای انسانی رو بیاریم و برای این ما کارکردهای مخصوصی کرده ایم و البته آخران نمود سیر این سیر تاثیر رساندن به تقدیر انسان است که بعضی کارهایی هستند که میتوانند که تقدیر انسان را عوض کنند. یعنی که در گن انسان بعضی چیزهای نوشته شدند که آنها هنوز بیدار نیستند. با واسطه تاثیرات‌های الکترومگنیتی، قوه‌های گوییم که کیهانی میتوانند که آن گن‌ها بیدار شوند. ما میدونیم که مثلا رستنی‌ها یکی ها در اول تابستان، بعضی ها در بین، زیرا در آخر گوییم که میرسند. یعنی که این وابسته از تاثیرات هایی که مثلا از آسمان میباید گرمی زیاد میشد، فلان ستاره ها نزدیک میشن، اون قوه های تاثیر الکترومگنیتی دارن یا که ماه گوییم به انسان خیلی تاثیر میرساند. همه این البته تاثیر میرساند در طبیعت و از آن جمله به طبیعت انسان هم. ما در این حالت میدونیم که یک چیز میگویند در سیر این تکنولوژی به دست در آوردن مقصد و ما در برابر این هم تکنولوژی کارکردی درخواست که اون رو به شکل دعا میگویند مردم که میگوید در فرهنگ دینی که یگانه چیز تقدیر انسان عوض میکند البته این دعا است. میتوانند برابر این دعای بد کنند، کسانی محافظت روحی نداشته باشند آنها را تاثیر رسانند و در برابر این متوانستیم یک مکانیزم بقوتی گذاریم که آن آمده است از آن فرهنگ تصوف، فرهنگ فتوت، سنتر تصوف و آن با نام نیوسوفیسم علمی. حالا یکی از شاخه آن سمت بزرگی
tasawwuf naqshbandi است که ما اون رو حالا بهانه داریم و در برنامه زمانی که عقیده را گفتیم ما خشت آخرین آن رو گذاشتیم و آن پوره کرده شد و آن امروز به جمعیت پیشکش کرده می شود. واقعا خیلی خوب گفته که وقتی که ما سحر میگوییم همون قواهایی که غیر طبیعی هستند این همون تاثیر بر نیرون هاست و پیش از همه علم امروزه چی کار کرد؟ اولا اینکه در تمام اینستیتوت که مرکزی که شما نوبر کردید یا مرکزهای دیگر هم هستن که مغز سر رو آموختن، مغز سر رو کاملا آموختن که چگونه با اون تاثیر رساندن ممکن است. با واسطه موج است، با واسطه سخن است، با واسطه مثلا غذا است، موجودات شیمیایی است. یعنی اصول های گوناگون تاثیر رسانی معین شده است و علم میدوند که این چگونه نقش دارد. یکون چیز غیر طبیعی دیگر اینجا موجود نیست. اون چیزی رو که علاقه علم باز کرد طبیعتش رو معین کرد ما گفتن نمیتونیم که این چیز نامعین است. این علاقه چیزی مشخص است و هر چیزی که علم رو اثبات کرد و باز کرد راه حلش رو هم پیشنهاد کرده میتواند. و مثلا علم پسیخوتراپی که این هم در عصر 20 پیدا شد این هم یکی از واسطه های پیشنهاد کرده زمان معاصر است، علم معاصر است که برای پیش از همه برای معین کردن اصول های تاثیر با جا آوردن ساختن راه های حمایه است. اولا اون چیزی که شما گفتید اون سحر در اون شکلی که ما میگیم در شکل اون ساحرای بزرگی که شاید عصرهای گذشته بودند شاید در این زمان امروزه با اون مقدار با اون اقتدار شاید کم باشند و اکثر آنهایی که با نام ساحر به میدان در آمدن آنها است که از پشت یک بردنان آمدن. تا چه اندازه قوه ساحری دارن این خودم میدونم. مثلا معین کردن ممکن است. بله ولی در هر صورت ما شما معین کرده میتونیم. ما متخصص هستیم، ما اسباب‌های مخصوص داریم. ولی وقتی که یک نفر یک زن خانه‌نشین یا یک مردی که از این علم ها بی‌خبر است با او معرفی میکنن که من ساحر هستم، اگر تو به من مراجعت کنی فلان قدر مبلغ ده من مسئله هایی که برای تو لازمه آسان حل میکنم، او این دستگاه رو ندارد که معین کنه. و خودی همین یک چیز عجیب است اون است که این متخصصان در نخونک خیلی نرخ‌های گران دارن. در مثلا از اینترنت روسی من این رو خوندم که از 50,000 روبل روسی سر می شود خدمت‌های کدام یک ساحری که در اینترنت اعلان داده است که من با شما اگر لازم باشد مسئله های محبت رو مثلا یک چیز دارن یک دیاگنوز دارن تاج تنهایی که تو با تو تاج تنهایی دارین از کدام هفت آمده است من این تاج از سر تو میبردارم و تو رکلیتی بله اینو کرونا اینو چیز میگن بیزبرایچه یعنی من اینا با تو کمک میکنم اینا تو موفق میشی مرد باشد همسر زیبا زنی خوب میابی زن باشد حتما شوهر پیدا میکنی و غیره و این وعده های بزرگی هستند. ولی وقتی که ما با زنهای تنها با مردهایی که امروز نکاح نکردند ولی میخواهند که همسر داشته باشن وقتی با آنها صحبت میکنید مشکل در داخل خودش آنها است. هیچ کس به سر آنها یک خیلی توج نمانده است و این از گذشته هاش هم نامانده است. این ترس های باطنی است، این استریوتیپ ها قالب های افکاری نادرست است که در مغزش جا شده. شاید این دخترک در روزگار پدر و مادرش بدبختی زیاد دید و ترس دارد که اگر من شوهر کنم شوهر من هم نسبت من همین ظلم روا میبیند. شاید پدرش آدم درشت معامله بود، شاید خشته بود پدرش آدمایی بودن که مادر او را آزار میدادن و میتواند این جوان مرد وقتی که در کودکیش میدید که در شوهر پدر و مادرش بنی هم شور میخوردن و پدرش بسیار آزار میدید و حالتهای گوناگونی هستند که وقتی که علم پسیکولوژی با این مشغول میشود حتی تا پسیکوتراپی مشغول میشود در جستجوها شما وقتی ما سبب رو پیدا میکنیم آدم میدوند میگه که این همین جا است، واقعا همین ترس در داخل من هست. وقتی که قدم به قدم با او میفهمونی که تقدیر پدر و مادر تو این تقدیر تو نیست، تو میتوانی خوشبخت باشه، تو حق داری خوشبخت باشه. این روزگار آنها بود، این در پیشانی آنها نوشته شده بود یا انتخاب خود آنها بود یا دانش کمی آنها بود که راه درست حل نیافتند و زندگیشون به همین اصول ادامه دادن. این معنی نداره تو باید حتما چون آنها زندگی کنی. اینکه عامل ها نمیتوانند عامل ها فقط سحری باشند. بله. عامل ها میتوانند مقرری عادی روانی. این خیلی عامل ها خیلی زیاده. ولی وقتی که انسان این رو نمیداند سبب هاش رو خودش پیدا کرده نمیتواند آسان‌تر است که بگذاریم مسئولیت رو به ذمه کدام یک همسایه کدام یک خویش نخوب و غیره و کذا که او مثلا پیش در بین زنها بسیار معمول است میگن که وقتی دختر من کدامش بست است
من برای دخترم شوهر یافته نمیتوانم، خواستگارو میبینن ولی توی نمیشود. یا که برای پسرم کجای میروم، وقتی پسرمو بستیان پیش کارش بستیان و هر دفعه هنگامی که من اینجا راهول میشم میگم که بیایید فعل دیگر کنیم، بیایید که بسته شده است. آسان‌تر از گناهکار نکوبید، اگر بسته شده است پس سبب دیگری هم هست، باید از درون جستجو کنیم. اول اینجا رو ببینیم که در اینجا چی هست. یعنی مکانیزمش نمیفهمند، مکانیزم بیماریشون یا که یگان کره و اون به قواهای غیر طبیعی میتونه، و نه تنها به قوای غیر طبیعی، به قوای غیر طبیعی و شخصی که اون رو اجرا کرده است. مثلا از یک همسایه‌شون دلشون بد میرود، از یک گناه دخترشون دلشون بد میرود و رشک دارد، حسد دارد و غیره و کذا. از همین سبب مثلا فلان کار کرده است که کاری ما پیش نمیره، من خانم فروخته نمیتونم و غیره و کذا. مثلا تجارتی من پیش نمیرود. حالات زیاد است که وقتی که ما در صحبت این چیز رو میشنویم، در بعضی حالات ها مثلا علم روانشناسی کمک میکنه که در چهره همه آدم علاقه سببش ببینید. یک نومیدی، یک ترس، یک نوباوری نسبت خود، قدم وقتی که آدم با دل ناپور به میدان میداره بسیار مسئله حل نمیشوند. من مثلا حالات هست که خیلی آسان حل میکنم. یک مثال عادی، یک نفر چند بار روی هم بازار میره یک چیز خریدن میخواد، میرود میبید چیز در کارش نمیاد، میگه که این کارم اومد نکردم، پیش کاری من خیلی است که دویم بستگی من چیزی میخواستگی من خریدن نمیتونم، میروم موافق قدم لباس نیست، من به نمیزیبد یا که پولم نرسید و غیره و کذا. من یک چیز عادی است. من عادتا در این حالت میگم که پیش از برآمدن 2 دقیقه شین، آرام شین و تصور کن که تو چی میخواهی و تصور کن که تو چند پول داری و تصور کن که تو حلوه علاقه خریدی و همین درخواستات روان کن. بله، همین برنامه ریزی کن، اما که 2 دقیقه پیش از بازار برآمدن. درست. و حالات هست که بعد زنگ میزنن میگن که این همه شما گفتید که این دعای شما ما گرفت بسیار دعای نکردید. من میخندم میگم که من دعام نکردم، من به شما گفتم که این کار شما خودتون کردن میتوانید. وقتی که مثلا شما درباره پیغمبران پیشتر یاد آوردید، در حالات مشکل وقتی لازم شد به عیسی مسیح هم به موسی خداوند اون قوه داد که معجزه رو ایجاد کنن و از خطر دشمن برهند. مثلا به عیسی مسیح اون قوه داده شد که مرده رو زنده میکرد و موسی وقتی که از تعقیب فرعونیان میگریخت دریا رو 2 تقسیم کرد، قوم موسی گذشت و دریا اثر نو چون جریانش روان شد و فرعونیان آنها رو دریافت نتوانستند. همین فرق است، فرق سحر از آن که انسان به خواست خودش میکند و کرامات که یکی از آن چیزایی که ما در آینده مثلا یک برنامه میکنیم. کرامات این که پرسیدن شعور کیهان با اجازت او است. اون معجزه‌هایی که به پیغمبران داده شده بود و اصلا روزگار تمام پیغمبران برای انسان‌های عادی یک نمونه هستند. هر کدام انسان در ضمیر خودش، در دنیای خودش اونقدر قوت دارد که میتواند اکثر مسائل‌هاش رو خودش اگر این اصول‌ها رو یاد بگیرد آسان حل کند. به مراجعت کردن به ساحر، به مراجعت کردن به یک نفر دیگری که به جای او از خداوند طلب میکند. خداوند با همه ما هست، در دل همه ما مکان خداوند هست و اگر خود ما این رو اعتراف کرده توانیم، این رو حس کنیم، آن قوه عظیم و زیبا رو، خود درخواست ما، خود طلب ما در زمان اجرا می شود وابسته با آنکه ما چی طلب میکنیم و خودشناس باشد. بله. و علم پسیکولوژی هم همین قوه رو میدهد. علم پسیکوتراپی وقتی که کار به حد بیماری میگذارد طبابت میکند بیماران رو از همون وقتی که مغز علاقه آسیب یافته است و عالم نیرون های مغز علاقه به حالت گرفتارن که به اونجا داروها لازم، طبابت دیگر لازم است، این کار روانشفاها است. ولی پسیکولوژی هم حتی در کار روانشناسی اساساً گفتگویی است. ما رو بعضا در شکل شوخی میگیم رزگاور ژانر، واقعا کار آسان هم نیست و ولی ما با توریث سخن، اون چیز بیشتر شما گفتید سحر سخن، اینو هم سحر سخن عمل میکند. وقتی که مزاج به نظر روانشناس میآید، روانشناس به توسط سوال ها از داخل اون درد ها رو بیرون میکشد. روان تحلیلی. بله. و این در وقتی که بیرون برآمدن و آدم خودش میبیند که مشکلش کجا بوده است. و وقتی که میبیند که مشکل چگونه است، هر چیزی که بیرون برآمد این برابر اون است که دهشتش گم می شود. برابر اون است که همون وقتی که کودک از خانه تاریک میترسد و وقتی که آدم کلاه نمراش میداره چراغ در میگیراند و کودک میبیند که اون چیز خطرناک دهشت انگیز نبوده است و انسان هم از داخل خودش میترسد
ترس‌های کهنه‌اش رو بیرون برآوردن میترسد در تنهایی. و وقتی که متخصص به او کمک میکنه که اینا رو قدم به قدم بیرون میکنه، بسیار مسائل خود به خود حل میشوند. این همون اگر که اینو ما سحر گوییم، میتونیم ما پسیکولوگ هم سحرگر گوییم، ولی اینجا اگه قوه غیر طبیعی نیست، اینجا فقط علم است. درست است. آیسته آیسته اون چیزهایی که مثلا پیش میگفتند، حتی که همین علم پسیخوتراپی، علم های مثلا طب شرق که متخصصی ما در این ساحه، اینها را هم در زمان شوروی علم عمیق نمیگفتن. از آن جمله مسئله مثلا پروبلم های تقدیر را وقتی ژنتیک پیدا شد دیدن که همه چیزش نوشتگی بوده است. یعنی بسیار چیزهایی که آیسته آیسته اون سخنانی که پیش رسولان شعور کیهان میگفتن آیسته آیسته اثبات شده استند و علم گویا که همون سخنها در سخنهای آنها رو پای در هم یافته ایستاده است. مثلا از آن جمله عدم ساخت، من شما رو از عدم ساختم، یعنی از نیستی ساختم که عدم معناش نیستی است. حالا معلوم که تاریکی است، یک عالم تاریکی است که علمی حاضر زمان تا اون سرحد رسیده است. و میخواد بسیار شما درست قید کردید، ما آنچه که گفتیم این مثلا در مسئله سحر اصلی بود، اوریجینالی. بله. که در حقیقت این یک دنیای عالم دیگری هست که آن خاصگانند و آن را اداره کردن و برای مردم محافظت ماندن و مردم یعنی که در امنیت گرفتن از این قوه های مد. البته این کسانی میکنن که حتی آنها رو مردم منتداری هم نمیکنن. مثلا ما اگر حاضر کارمندی حزب حقوق گیریم یا کارمند امنیت یا که شب و روز برای امنیت مردم کار میکند، شب و روز کار میکند و حتی بسیارش عائله هاشون پرسی، عائله هاشون در ناهنجارند، از اون که دائم نیستند. ولی آیا مردم این درک میکنن؟ مردم خواب شب به راحت خود میفهمند و تمام. ولی کسانی این درک میکنن که البته خیرتمند هستند. ما البته درباره آن گفتیم که سحر اصلی است و باز چیزهای نازکی که شما درست قید کردید. یک چیز میگن پلاسبو افکت، وقتی که انسان باوری دارد و انتظاری همون کار میشد. اینا دکترها هم استفاده میبرند وقتی که یک آب خالی میدهند و میگن داروی خوب است و البته اون بیمار صحت میشه. وقتی که میگوید که من توی فلان میکنم، سحر میکنم و انسان ها انتظار میشن و میدونن که اون کیم کدام کتاب ها دارد یا بعضی چیزهای دارد که میتواند انسان را تاثیر رساند، گفته کمتر خواطر میشن و در معینه این چیز ساخته میشد. من دو مثال آورده میتوانم. یک رفیق من چند سال پیش، یک 7 سال پیش خواهرش پیش فالبین میبرد و فالبین و مانده اینه میچسبد، میگوید که تو جن داری. وقتی که این رفیق من 7 سال میگذرد باور نمیکند، ولی 7 سال میگذرد و خانهش مشکلی میبیاد و کارش پیش نمیرود و حالتهای جنجالی، مناقشه های اجتماعی به او سر میزنند، تصور میکند که خیال میکند که پشتش به کسی هست یا دویم یک چیز حس میکند که اطراف او است و سخن همون کس به یادش میاد. یعنی ببینید زهر سخن تا چقدر وقت میایستند. یا وقتی که ما اون از این حالت برآوردیم و فهموندیم که معنی سر در حالتهای مشکلی انگیزه میگیرد که بعضی چیزهایی که در حالت مقرری آنها رو نمیبینی آنها رو میبیند یا حس میکند. یعنی این وزبودیم مازگ حالت انگیزه چون این چیزها رو میتواند معنی سر بلند قبول کند و تا امکانات بیناییشش از چیزی مقرری واسه شد. یا که دیگر کس آمد گفت که من فلان وقت نیست میشم چون که مرا گفت که در فلان وقت من تو میکشم و این کار در روسیه شده بوده است. با یک کسی خورده است که با ماگیا چورنی ماگیا میکرده است، گفت با گفت خودش و او که همین چیزا گفته است. همان روز نزدیک میشد است این انسان ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر شده میگرفت است و عاقبت وقتی که ما همون روزهای نزدیک رو در سکوت گرفتیم و در مشق‌های روانی گذاشتیم، همون روز گذشت اون نفهمید حتی. یعنی که این برنامه‌ای بود که در ضمیر او گذاشته شده بود و ما او رو از ضمیر او بیرون برآوردیم و تصور کنید برای که انسان رو تاثیر رساند آسان تاثیر رسانده نمیشد. آنچه که در اول ما گفتیم که مردم ما بسیار پروبلم ها رو با علمی مکانیزم های گویم که علمی آن رو نمیدانند یا که مکانیزم های گویم که دینی آن رو نمیدانند، البته آن رو میدهند به قوه های غیر طبیعی و البته در این حالت آنها با اون که باور میکنند و بدانند که بسیار چیزهایی که
ما برای همین سمت جریان خود رو نیوسوفیزم علمی گفته ایم که هر چیزی که ما میگوییم در اساس علم اثبات است، بدون که هر چیزی که در آدم میشد مکانیزم خودش دارد، بند و بست های خودش دارد و آن رو علم حاضر زمان شرح دادن میتواند. برای همین وقتی همون روز ایستاد و همون در زیر شعورش ما اون رو این اطلاعات رو بیرون کردیم، او صحت ماند. و البته سحر و کرامات اینها در ضمیر، در زیر شعور، در تحت شعوری که شما میگوید در آنجا تاثیر میرساند و از آنجا آدم عادی نمیتواند که با اون رو بیرون کند. برای همین متخصص در این ساحه لازم است. و این یک طرفی کار بود که باوری انسان ها، و طرف دیگر بسیار آدم ها بیماری های فونکسیونالی دارند، بیماری هایی که نه بیمار هستند و نه صحت هستند، در بین موندن و آنها در تحلیل و گویم که کارهای لابراتوری که آنها میگذرانند بیماری خود را نمییابند و آنها این بیماری ها رو به همون قوه‌های غیب میدهند و همون اینستیتوت اجتماعی گویم که طب غیر عنعنوی رو گویم که مبلغ گذاری میکنند به این کارشون و اینها کم نیستند. آنها حالا میتوانند مراجعت کنند که ما با شکلی پروفسیونالی به آنها کمک کنیم که بیماری های فونکسیونالی این سرشوی بیماری است و فقط فونکسیون عضوها از طرف معاینه سر ناراحت شده است، نادرستی داره میشد و آن رو در حالت درست کردن البته تاثیر مثبت خود رو به سلامتی او میرساند. و خیلی مسئله هست که باز باری دیگر میتوانیم بگوییم که شکر خدا و زمان استقلالیت ما در برابر آن خلقهای دیگری که در این مسئله های علم بلند، علمی گوییم به مانند علم های معنوی، علم های ساحه روح، علم های الکترومگنیتی، قوه هایی که غیری طبیعی آموخته میشن، در این هم ما زمینه هاش داریم و من چندین بار از طرف حکومت البته دستگیری در این مسئله ها دیدم که همین زمینه های بسازیم و به چنین مردم کمک برسانیم و در آینده نقشه هست که ما همون دانشکده گوییم که عرفان خود را بسازیم که در آن ساختمان این انسان کامل را از تاجیکستان آن را ایجاد کنیم. و یک خوش خبر است که وقتی که ما همین راه سالکی کرده گرفتیم و مشکلی های زیاد رو برو شدیم و آن البته کوچه ملال بود، عذاب بود، بیماری بود، همون گوییم که سحر بود. و وقتی که ما هم از جانب شوری کیهان و هم از جانب آل رحمان من کمک گرفتم شخصا و باز یک چیز خوش خبری رو شنیدم که و در صحبت خود که خودی سرور ملت ما از اولاد اهل تصوف بودند و آنها در زمان خود ذکرها داشتند که بینید برکت اون یک شخصی که اهل تصوف بود آمد به تمام ملت ما پهن شد و خوشبختانه که هر زمان در یاد بگیریم که زمان سامانیان رودکی بود و وقتی که رودکی کور کرده شد این زیان به دولت رسید، چون که پایه فرهنگی، پایه معنوی زمان سامانیان رودکی بود و گوییم که خودی امیر تیمور که جهان را گرفت پیر ما نقشبندیه با او مصلحت ها میداد و سلطان محمود غزنوی هم در برابر خود یک مشاوری داشت در مسئله معانی، در مسئله علم تصوف که آنها می توانستند از آنها مصلحت ها بگیرند و همینطور این سلسله در بین آمد و برای آن که غرب شرق را غصب کند ضرب سختی به اینستیتوت تصوف زده شد و آنها رو در پیش چشم مردم بگیم که نادرست نشان دادن و آنها رو باز از کتابی که در آن نقض گفته می شود پریزنان انگلیس و شپیونه که در اون مسئله گفته می شود که چطور در این سیستم ضرب سخت رسانده شد، چون که یگانه مقابلتی که می کردن انا همین مکتب های تصوفی بگیم که جاهای ما بود و حالا خوشبختانه اون حالا برقرار شده ایستاده است و ما یکی از اهل عرفان بود احمدی دانش میدونیم که از طرف منقطیان
گویم که زیر فشار قرار گرفت و ببینید که چی مشکلی ها و معنیستی آورده به همون دولت و سهولت آنها از بین رفت، چون که این علم نهایت بزرگ است. این علمی است که در تمام دنیا همه خلق ها سر کرده، ایندیت های حتی امریکا هم علمی همین تصوف سیستمی گویم که کاری زینه معانی خود را دارند و در اروپا اینستیتوت ها هستند، در خودی مناصرهای خطای بسیار این علم به درجه عالی آموخته می شود و ما هم در این زمانه امکان پیدا کردیم که چنین دانشکده خود بسازیم و آن را زمینه هاش حالا ساخته ایستادیم و فکر میکنیم که در آینده شاگردان ما این را باز به درجه بلندتر میبردارند و سبب باز رسیدن به همون زینه معنویات می شود و ابدیت و خلق و ملت ما تامین می شود و باز مردمی جهان از معنویات ما باز غنیتر میشن و شاید این سبب شود که عالمی که از جهت معنوی نهایت کاسته شده است باز یک رسپت نوی از ملت ما بگیرد و باز سبب زنده بودن کره زمین و هستی بشریت شود. بله واقعا چنین است، ولی همین چیزها مثلا سحر، جادو، مشکلاتی که امروز ما در ملت خودمون میبینیم در ملت های دیگر هم هست و سببش چی است؟ اکثر حالات ها وقتی که در دوره گذریش این حالات با سر مردم می آید، وقتی که دین به اون درجه در مقام آنها ایمان انیخترش، ایمان کامل نیست و دانش زیاد ندارن. دوره گذشته اگر کشورهای پس شوروی رو گیریم شاید همینجا به همدیگر مانندن این حالت ها که مردم مراجعت میکنن به قوه فوق طبیعی و در همین دوره ها هم همین گونه ارمیا یک لشکری به نام ساحران با میدان می آیند. همه آنها البته ساحر نیستند، در بین آنها آدمان هستند که میبینن که با همین راه روزی پیدا کردن آسان تر است. خب من نمیدونم درجات کسبیت نوکی آنها گوناگون است. بله در بین آنها شاید متخصصان خوب هم هستند. من ناآموختم و یک بار همه یک سره گناهکار کردن نمیتونیم. مثلا یک برنامه تلویزیونی از در مسکو که به نام بیتوا اکستراسنس، اونجا میبینیم که آدمانی هستن که واقعا قوای عجیب دارند. ولی در ما هم کم نیستن. بله از یک نفر از تاجیکستان هم اونجا اشتراک کرده بود، ترسنوزو که جای اول رو گرفته بود. برای این زمینه هایی که ما می‌سازیم چنین آدمان میتوانند که این امکانات و این خود رو عملی کنند. ولی یک چیز دیگر رو برای بینندگان امروز میخوام بگم که شما درباره گفتید یک عبارت استفاده بردید چورنای ماگی و بیلای ماگی، چورنای ماگی میگن، بعد میگن که گویا که در کدام مورد سحر روا است. خود در بین مردم ما یک اندیشه است که گرم کردن خوب است، ضرر ندارد، گناه نیست، خنک کردن وبال است. ولی از نگاه من همچون روانشناس، همچون متخصصی که علم ازوتریک رو چندین سال باز می‌آموزد، فرق ندارد. سحر در هر دو حالت هم دخالت است، در هر دو حالت هم ضرر است و در هر دو حالت هم اگر که از ترازوهای شعوری کیهان بگیریم گناه است. زیرا سحر است و اگر و حالت‌هایی که دیگر هم هستند که سحرهای دیگر است که انسان میتواند از آن استفاده برد. این سحر سخن است، این سحر محبت است، این سحر بخشایش است، این سحر شکر است. اینها هم سحر هستند، سحرهای بسیار زیبا هستند. بخواید پیش کارتان کشاده شود فکر کنید که زمانی به کی را رنجانده بودید، روید از او عذر پرسید، دل خودتان سبک بشود. زیرا یکی از سبب‌های ناکامی‌های انسان حس گناهکاری است. کسی رو رنجانده باشد و در حق شما دعا کرده باشد، حتی دعای بدم نکرده باشد، شما از نگاهش دیدید که او از شما رنجید، آدم خوبتان است، آدم دوست نزدیکتان است و حتی آدم بیگانه است. میتوانید با راه دل او را یابید، برگردید، عذر پرسید، گناهتان را شویید. شما میبینید که از جانب شعور کیهان راه کشیده شدن. هم برنامه خودتان برای خودتان ساخته بودید، من وای رنجاندم، خدا از من خفه شد و جزا خودش میبرد. این برنامه الکی و در گوی کیهان روان میکند برای خودش درخواست، من جزات من گناه کردم و پیشکار بستم. بله زیر شعورانه، در سطح شعور نیست، زیر شعورانه است. وقتی این چیزها رو آدم در خودش درک میکنه بسیار مسئله ها آسان حل میشود. بگذار ما این سحرها رو یاد بگیریم. سحرهای خیلی زیبا اند، سحرهای روا اند، زیرا ما باز یک بار دیگر باید به خاطر بیاریم که انسان هستیم، خلیفه خدا در روی زمین هستیم و اقتدار خیلی زیاد داره و بشناسیم قوه های خودمون رو. آن چیزی هست در دست خودمون، ما امکانها داریم. عصر 21 و دوران استقلال دو چیز عظیمی رو به ما داد: جهانی شوی.
هر چیزی که امروز در دایره جمهوری ما هست میتونیم با آسانی دریافت کنیم بگذار از صفحه های اینترنت و باز هم توسط این اینترنت ما میتونیم از دانش‌ها از تحقیقات های خبر شویم که در کشورهای دیگر راه اندازی میشوند. کار خیلی آسان است. در گوگل میزنید مثلا میگید برای مثال خود همین سحر میگید مثلا فلان مشکل چیکار کنم که از سحر خلاص شوم. اونجا میبینید چقدر برای شما مصلحت ها پیدا میشه. هم از سایت های اسلامی هم از سایت های انجیل اگر که اونجا شخص نصرانی باشد که از اونجا چیزی برای خودش پیدا کردن خواهد، هم از سایت های روانشناسی هم پسیکوتراپیست ها اونجا مصلحت های عادی ساده و رایگان هم خیلی زیادن. دعاهای خیلی خوبی هستن که اونجا داده میشوند. یک شکل دیگری که کاری که مثلا امروز روانشناسان میکنن این اگر در دین به نام دعا می آمده باشد در فرهنگ دینی روانشناسان رو افرماسیون میگن. عبارت هایی که به دلتان میشنید و اون رو تکرار و تکرار بارها میگوید. بعضا میشود که اون رو 2-3 ماه شاید تکرار کردن لازم باشد، کمش تا 40 روز تکرار میکنید و همون برنامه ویران تحت شعور رو معالجه میکند، اون رو سالم میگرداند. این هم یک اصول اگر که ما بگوییم که قوه غیر طبیعی است، اگر که ما زیر تاثیرش رو نمیبینیم چون که قوه برق در درون سیم میگذارد ما اون رو نمیبینیم. برای آدمی که قوه برق رو نداند در با یک انگشت زدن شما خانه روشن میشه، برای هم سحر است. و اون کاری که ما میکنیم با واسطه دعاها، با واسطه افرماسی‌ها، با واسطه تلقین کردن های مخصوصی که علم روانشناسی پیشنهاد میکند، این هم راه‌هایی هستند که اون برنامه‌های ویران داخل ماینه رو که از جاخلی کسی آمده است یا خود ما زمانی قبول کردیم غیر اختیار، شخصی گفت، پدرمون گفت، مادرمون گفت، معلممون گفت و ما هم در دوره کودکی اون رو قبول کردیم و باور کردیم. حالاتایی میشن که واقعا شخصان کلانسال خودشون فکر نمیکنن که چقدر تاثیر عظیم دارد گفتهشون. اگر یک معلم یک شاگرد رو که تو کن ذهن هستی از تو هیچ چیز نمیبراید، این میتواند برای او برنامه شود. اگر پدرش یا مادرش همین گپ رو 2-3 بار گویند که از تو کلاورم هستی، تو نادان هستی و غیره و کذا، کودک باور میکند. و این هم یک میتوانیم بگیم یک جادوی عظیمی است که ما خودمون نسبت فرزند خودمون صادر میکنیم و برای اون رو معالجه کردن و از ماینه او برآوردن خیلی خیلی کار کردن لازم میشود. ولی امروز انمون افرماسی‌ها یکی از اصول‌های خیلی آسان است. وقتی متخصصان این افرماسی‌ها رو ایجاد میکنن و در صفحه اینترنت هم میمونن، اگر روزیم شده ماند آدمی که چند قدم زیادتر پیشتر رفت برای خودش ایجاد میکنه این اندیشه ها رو، مثلا میگه که من آدم زیبا هستم. اگر کسی با گفته باشد که تو بی‌زیب هستی باور میکنه. اگر دخترک است دیگر لباس خوب نمیپوشد، اگر جوان مرد است قامتش راست کرده گشتن نمیتواند. وقتی که با آینه مینگرد هر سحر اقلا در دوام 5 دقیقه در چهره خودش جای زیبا رو مییابد. آدمون بی‌زیب نمیشوند. همه آدم ها معجزه های خداوندند و همه آنها زیبا هستند. نور خداوند در چهره هر یک انسانی که در روی زمین هست و اون رو در خودش پیدا میکند. در دوام 1 ماه 28 روز مثلا یک گردش ماه یا در دوام 40 روز و خودش نظرش به خودش دیگر میشه، حسن خودش رو در خودش در مییابد، اون رو ظاهر میکند، به دیگران نشون میدهد و میبینید که رفتارش دیگر شد، مناسبتش دیگر شد. و اگر مشکلش در پیدا کردن شوهر یا زن گرفتن همین چیز باشد، میبینید که اون مشکل خود به خود حل شد. و این دانش‌های امروزه از با این راه میتوانند بسیار مسائلی رو که ما با سحر پیوند میکنیم آسان زیبا حل کنند و ما سحر دیگری رو اینجا شاید بهترش کلمه معجزه رو استفاده بریم، اون معجزه هایی که خداوند با ما در دست خود ما جای کرده است آنها رو پیدا میکنیم و میتوانیم هم نسبت خودمون، هم نسبت نزدیکانمون، هم نسبت اونهایی که تصادفاً کارشون به ما میافتد و نسبت آنها نیکی کرده باشیم که اجرش باز روز میبینید از شور کیهان به ما باز میگردد. و دوره شهرهای اجتماعی هم پس سر شده استودند. همه دولت‌های دوره زمانی پساشوروی هم در یک قالب معین علاقه جایگیر شدند و اون عادت‌هایی رو که در اون دوره ما ناعلاج به اون رو آوردیم ما باید یک علاقه اونجا گذاریم، پس سر کنیم و رو بیاوریم به علم، رو بیاوریم به ایمان کامل، رو بیاوریم به قدرت‌هایی که خداوند خودش برای همه ما هست کرده است و در به همه ما عطا کرده است. و این نعمت ها رو وقتی که میشناسید ترس از ساحران کم می شود و ساحران بزرگ بار دیگر میگیم که اونقدری که ما گمان میکنیم نیستند. آنها خیلی کم هستند که با این قدرت داشته باشند که آب رو چپه کنند و اون انسانی که از روح دین، از روح ایمان، از روح علم به این درجه رسیده است معمولا آنها کار بد رو دیگر نمیکنند. در بین آنها شخصی که به وسوسه شیطان گرفتار است نسبتا کم هستند و باور میکنیم که در روی زمین نیکی همیشه زیادتر است. باور میکنیم که در روی زمین قدرت خداوند
همیشه از قدرت‌های منفی بیشتر و بیشتر بود و وقتی که ما با اون تکیه میکنیم اون ضررها از روزگار ما قدم به قدم روز به روز ساعت به ساعت کمتر میشه. درست است. من میخواستم در آخر بگویم که برای آن که انسان در زیر تیری ساحر نافتد بدی را از خود دور کند، در تفکر در زیر شعور خود آن نیت های بدی که مثال برای ضرر و زیان مردم هستند آنها را از خود دور کند، چون که محض همان بدی درون انسان میتواند که خودش انسان حتی درک ندارد با او تاثیر یعنی که منفی رساند و سبب جلب کردن موافق قانونی که در فضا هست، قانون کشش یعنی پریتیژنی، میتواند که به خود این قوه ها را بکشد و به خود زیان برساند. یعنی نیک بودن است. البته برنامه ریزی مردم ما از زمان آمد که هنوز زمان که خیلی پیش بود، زمان زردشتی بود که حتی میگفتن پندار نیک و گفتار نیک و رفتار نیک اون در ضمیر انسان جا کرده است. و البته حالا هم ما میدانیم که وقتی که حتی که انسان کتاب خدا را میخواند به سوی او پناه میطلبد و البته پناه طلبیدن، کارهای خوب کردن، محبت داشتن که بسیار شمشیری سخت است بر ضد سحر، تن خود پاک دادن و پاک خوردن و پاک شستن و پاک نگه داشتن، علم آموختن و با علم بودن، خزینه علم بودن، آداب خیلی بزرگ و فرهنگ تاجیکانه داشتن و جمعیت فایده آور بودن و دائم تیار بودن به کمک او، طبیعت خود را آرام داشتن، دائم در خود تربیت کنی دستی پیشه داشتن و البته معنویاتی والا داشتن و بداند که وقت میگذرد، عمر میگذرد، انسان به عالم دیگر میرود و بعد خود چی میماند. البته این که علم بزرگ است، فرزندان خوب است، این میتواند که مکتب خوب است، این میتواند که دولت خوب باشد، این میتواند که بایگری باشد، این میتواند که یگان چیزی باشد که مردم از اون راحت بینن و به نیکی او را یاد کنند، به مانندی که گفت فردوسی بزرگ پیافکندم ز نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند، نمیرم پس از آن که من زنده‌ام که تخم سخن پراکندم. ما میدونیم که هر یک حرکت نتیجه اون تلاش های داخلی یا انسان است یا شعور کیهان است. یعنی وقتی که دو طرف روبروی همدیگر می ایستند و قوی همدیگر رو می سنجند، رشد اینجا ظاهر می شود. و چیز دیگر خوب شما گفتید که عالم یک آینه بزرگی است که با ما دنیای ما رو نشان می دهد. اگر امروز شما خاطرتان افسرده است، از کسی رنجیده اید، پس کسی زمان کسی رو رنجانده اید. اون است که از آینه شما به شما بازگشته است. و اگر از این نگاه بگیم، واقعا هر چیزی که ما میکنیم، زندگی ما این محصول همون تفکر خود ماست. هر انسان مؤلف روزگار خودش است، مؤلف اون سناریو است که در اون زندگی کرده ایستاده است. نقش خودش رو خودش آنجا می نویسد. و اگر امروز شما در حال گرفتار باشید که این نقش به شما معقول نباشد، بشینید و گویید که منم آن مؤلف، بگیرید قلم رو و بنویسید نقش دیگری برای خودتون، نقش انسانی موفق رو، نقش انسانی دلکشاد رو، نقش انسانی بخشنده رو. و حالتایی می شود که ما از کسی می رنجیم و دور و دراز بخشیدن نمیتوانیم و حتی افتخار میکنیم. من او رو بخشیدن نمیخوام، من او رو بخشیدن نمیتوانم، من انمی خیلی آدم هستم. بگذارید از این غرورتون. وقتی شما بخشیدن رو میگیرید، عالم به شما تمام نعمت‌هاش را میبخشد و تمام قوه‌های دیگری که شما از آنها میترسید، چون کودک از خانه تاریک میبینید که در یک لحظه از بین رفتن. یعنی میتوانیم امروز بگوییم که در اطراف این موضوع سحر، بعضی چیزایی که داشتیم در ذخیره‌مون و در دایره یک ساعتی که امکان داریم برای شما گفتیم و امیدوار هستیم که بینندگان عزیز ما از این برنامه چیزی برای خودشان گرفتند و برای خودشان جوشن، سپر، محبت رو، شکر رو، بخشیدن ها رو انتخاب میکنند و در آینده در روزگار آنها همیشه
این قهرمان های اساسی می شود و روزگارشان روشن، آباد و با برکت خواهد بود. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. تا برنامه آینده شما را به خدا می سپاریم و از همه مشکلات عالم خداوند شما را حفظ کند. با ما باشید.